امروز با آنباکس پین پوینتر پالس دایو مدل 2 کله هست به دوستان معرفی میکنیم. این یونیت اصلی دستگاه هست که 3 تا دکمه داره. کلید پاور است، کلید تغییر مود دستگاه است که حالت ویبره چراغ و هر دو حالت ویبره چراغ است و تعیین قدرت دستگاه که همون حساسیت میشه. اینجا یه درپوش داره، درپوشو که باز کنیم اینجا بوق صدای بوق رو از این قسمت میشنویم و اینجا برای شارژ دستگاهیه که کابل مینی یو اس بی میخوره که همراه خود دستگاه این کابل موجود است. این کابل مینی یو اس بی دستگاه هست. یه دونه درپوش اضافه هست برای این ته دستگاه که یه موقع گم شد بتونیم ازش استفاده بکنیم. این که بهتون گفتم کابل مینی یو اس بی دستگاه است که میتونید هم با پاور بانک و هم با سری شارژ گوشی ها، انواع گوشی ها شارژ کنید. این کلگی قلمی دستگاه هست که میتونید وصل کنید. حالا وصل میکنم، تست میکنم. این کلگی کویلی دستگاه هست که سیمپیچ داخلشه و 14 سان قطر داره. این دفترچه همراه دستگاه است که متعلقات هم داخلش نوشته شده. این روکش این سری قلمه است که برای که خط خش نیفته استفاده میشه. اینم قاب کمری دستگاه است و یه دونه فنری که به قلاب کمر وصل میشه و همچنین چند تا اورینگ همراه دستگاه هست برای تعویض. این اورینگ های ضد آب است برای تعویض که یه موقع اورینگ های فابریکیش خراب شد بتونید راحت از این اورینگ ها استفاده بکنید. من سری قلمی دستگاه رو وصل میکنم بهش. این سری قلمی دستگاه است. اینجا 2 تا فلش قرمز داره، 2 تا فلش رو روی هم قرار میگیرن. یه نیم چرخ که بزنه دستگاه آماده میشه. این آماده دستگاه هست. با این کلید پاور روشن میشه و اینجا میتونید دستگاه حالت ویبره، صدا و چراغ هر حالتشو داره انجام میده و این با کلید F ما میتونیم روی حالت ویبره قرار بدیم. الان دستگاه روی حالت ویبره هست. حالت بعدیش حالت صدا است و دستگاه فقط چراغ و ویبره داره و حالت بعدیش هر 3 حالت رو با هم داره. اینم کلید A برای تعیین قدرت دستگاه و همچنین چراغ دستگاه هست. ما اگه چند مرحله اینو بگیریم دستگاه روی بیشترین حالت قدرت تنظیم میشه و همچنین میتونیم قدرتشو باز همین کم کنیم. دستگاه رو خاموش میکنیم. باز این 2 تا فلش رو روی هم باشد. دستگاه یه نیم چرخ بزنه قفل میشه و دستگاه الان آماده هست. وقتی دستگاه رو میخوایم روشن بکنیم باید دستگاه از انواع فلزات دور باشه چون این دستگاه اتو بالانس است. ما کلید رو که بزنیم دستگاه روشن میشه و اینجا میتونیم. دوستان این فقط معرفی دستگاه هست. تست های دستگاه رو در یه ویدیو دیگه و همچنین آموزش کامل دستگاه رو براتون قرار میدم.